خب السلام علیکم دوستان عزیز، بار دیگر خوش آمدید به شبکه جوان تیوی. من امروز برای شما 3 سر باغچه‌ای ذاتی به فروش پیشنهاد میکنیم دوستان عزیز. 2 سر باغچه شوید و 1 سر باغچه چورنی پیاسی دوستان عزیز. من شخصان خریدار باشم مرحمت. پایانی اکرانında نمره تلفنی صاحب مال هست. زنگ زده معلومات پوری گرفته من بعد خریدار کنید دوستان. باغچه در ولایت سوخت شهر خوجند دوستان عزیز. مسئله دستافکش یگان خیلی مشکلیش نیست. دستافکش صاحب مال همراه خریدار هم صحبت شده است. دستافکش هم تشکیل میکنه دوستان عزیز. من چخیلی که در نوار میبینید این باغچه خوشرویش ببینید. دست و پاهاش قوس، قفاهاش وسیع به نهایت مالی فسانی دراز آینده دار دوستان عزیز. من اینش هم به نهایت باغچه زور دوستان منه شویتوی اهمو آینده دار. دست و پاهاش غوث، دراز مال، گردندار، آینده ملایم شدنی. مثلا 30 سالش باشد دوستان عزیز. 6 ماه 7 ماهش رازانه باغچه‌ای به نهایت خوشرو. ابریزوی گردنش هم و درجهش. من شخصانی خریدار باشم مرحمت. قفاشو به سیکشه بینتون دوستان به نهایت آینده داری زور. من چخیلی که در نمار میبینید چورنی پیاز سرشم به نهایت مالی آینده داری. دست و پاهاش هم غوثی، قد و قامتاش راست، من قفاهاش هم وسیع. مالای ناز دیر نمایتون دوستان عزیز. اگر همین مالا معقول باشد من زنگ زده خریدار کنتون. مثلا 30 سالشون رو با گفته میگذارم 6 ماه 7 ماهش راست دوستان عزیز. مثلا نرخش باشد 59,500 سوم باز من خوشروی معاملش است. مثلا نرخش 59,500 سوم باز من خوشروی معاملش است. من خریداری کنتون مالای ناز دیر نمایتون دوستان. من آینده برای نسل گفتم برای بانی کردم به نهایت مالای صفتش بلند دوستان عزیز. این قفاهاش و سیکشه بینتون. شخصانی که به کانال ما مهمان هستن حتما پادپیش کنتون. ویدیو رولک های ما یارو دوستان و پدلیس کنتون دوستان. باقی سر بلند و خانه آباد باشتم تا دیدار. خدا حافظ.